هموطنان عزیز، برای ما شما مقدسترین چی است؟ اگر مادر نمیشد ما شما در همین تالار بودیم؟ همه خلق ملت ها پیغمبر حضرت محمد را مادر زن به دنیا آفرید. پیغمبران و صحابه ها همه انسان را زن مادر می آفرید. ما میبینیم که در بعضی کشورها چقدر بی‌اعتنایی نسبت به مادران است. چرا؟ برای چی؟ ما چرا دوست نداریم؟ ما تاجیکان در عرفیان میگویند وقتی انسان را پدرش از دنیا گذشت میگویند که نیم یتیم شد. وقتی مادرش گذرد اگر به شرطی میگد یتیم شد. هر کدام ما خردسالیتان را به یاد بیارین در آن وقتی که صاحب عقل گشتین چگونه از مادر مهربانی شنیدید؟ چگونه مهربانی شنیدید؟ چگونه غمخواری دیدید؟ آن سخنانی که مادر به فرزند میگوید، آن مهربانی که مادر به فرزند میکند یگان شخص دیگر کردن نمیتواند. من این سخن را برای آن گفته ایستادم، مخصوصا به جوانان، به مردها، جوان مردها، نسبت به بانوان، نسبت به زنهای خود، نسبت به مادران خود، نسبت به دختران بی‌اعتنایی نکنید، بی‌حرمتی نکنید. آنهایی که پدر و مادر ندارن، برادر و خواهر و اپا و دیگر دارن، همه وقت فرزندی پدری را فراموش نکنید، اکا و دادری را فراموش نکنید، اپا و خواهری را فراموش نکنید. و مردان، پسران، همه وقت بعد سر پدر و مادر از حال و احوال اپای خواهران خود باخبر شوید. چون که آنها زن هستند، اونا مادر هستند، بسیار برادران خود را دوست می‌دارند. اونا هیچ چیز زیاد طلب نمی‌کنند. یک مراتبه در شکشاده در آمدن برای همون بس است. دیگر هیچ چیز زیادتی طلب ندارند. از سوزنداروی طبیب یک مراتبه به خانه اپا و خواهر در آمدن برادر هزارها بهتر است.